ما خودمون از این چای استفاده میکنیم. این سریلانکا است، 20 دقیقه دم میکشه، نزوشه ها، به دم بچشه. چای خوبه، از هر طبیعیه، اسانس نیست. من چای میفروشم، پاکت نمیفروشم. پاکت را زیر وزنه میذارم. چای وقتی مشتری 1 کیلو چای میخواد، من 1 کیلو چای میدم، با پاکت وزن نمیکنم. علاوه که زیر وزنه پاکت گذاشتم، بازم سنجین اضافه میدم. ببین کم فروشی نهایت بی‌ادب است. آدمی زاد اگر بی‌ادب است انسان نیست. بله، تقریبا بیش از 70 سال اینجا هستم. اسمم کاظم کبیر صابری. 5/10/1317. به شما میگن قدیمی ترین چای فروش ایران. راست میگم. demek olmaz. Küsüp geçse de qaytarmaq olmaz. Gördüğün yadlar geldi.